احتمالاً اکثرتون میدونین که این نماد مرد و این نماد زنه. اگه هم نمیدونستین خب الان فهمیدین. ولی چرا؟ اصلاً این نمادها از کجا اومدن؟ چه کسی اختراعشون کرده؟ قبل از شروع من یه عذرخواهی میکنم بابت صدام. چند روزیه که سرما خوردم. امیدوار بودم بهتر بشم صدامو ضبط کنم ولی خب نشدم. خیلی سرماخوردگیم طولانی شد و مرسی که صدای فوق‌العاده زیبام رو تحمل میکنیم. خب برای فهمیدن تاریخچه این دوتا علامت باید برگردیم به زمان تمدن یونانیا. اون دوران چون تلسکوپ هنوز اختراع نشده بود، مردم فقط میتونستن 5 تا سیاره رو توی آسمون شب ببینن. عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل و البته خورشید و ماه که نمیدونستن این دوتا ستاره و قمرن نه سیاره. تو اعتقادات یونانی ها هر سیاره یه خدا بود و اینکه این خدایان فقط تو آسمون نیستن، روی زمین هم رد پاشون پیدا میشه. حالا این رد پا کجاست؟ توی فلزها. انگار هر سیاره نیروش رو میفرستاد روی زمین توی فلز مخصوص خودش. وایسین الان مثال میزنم متوجه میشین. فلز آهن نماد آرس خدای جنگ بود، چون رنگ قرمز مریخ همه رو یاد خون و جنگ مینداخت. و سلاح‌های عادی جنگ‌های قدیمی چیا بودن؟ آفرین، سپر و نیزه. دقیقاً همون چیزایی که از آهن ساخته میشدن. و اگه یه نیزه و سپر رو کنار هم قرار بدین، این علامت رو درست میکنه. خب حالا بریم سراغ زهره. سیاره‌ای که هر موقع بهش نگاه کنین توی آسمون میدرخشه. اون رو به الهه عشق و زیبایی نسبت دادن، آفرودایت. آفرودایت از اونجایی که خیلی به زیباییش اهمیت میداد، همیشه توی دستش یه آینه بود. اگه خوب به عکس نگاه کنین، آینه دسته‌دار اون دوران خیلی شبیه این علامته. حالا چرا خدای زهره رو به فلز مس ربط دادن؟ خب رنگ مس یه رنگ درخشانه که به یکم صورتی یا قرمز میخوره، شبیه رنگ پوست یه انسان سالم و زیبا، البته از نظر یونانیا. و همین مدل آینه ها رو هم از مس میساختن. خب اون دوران هنوز این دوتا علامت نشونه زن و مرد نبودن. یونانیا ازشون برای نجوم استفاده میکردن. مثلا وقتی میخواستن توی کتاب اسم سیاره زهره رو بنویسن، به جای کلمش این علامت رو مینوشتن. اینطوری خیلی راحت‌تر و ساده‌تر بود. کتابای علمی هم همینطور. کیمیاگرا به جای مس این علامت رو میذاشتن. حتی جادوگرا هم توی کتابا و طلسماشون از این دوتا سمبل استفاده میکردن. و این قضیه حتی با سقوط یونانی‌ها و امپراتوری روم باز هم باقی موند. خب قبل اینکه ویدیو رو ادامه بدم باید بگم که دوستان من سر هر ویدیو 4-5 روز وقت میذارم. لایک و کامنت و سابسکرایب واقعا وقتی از شما نمیگیره. پس اگه از ویدیو خوشتون اومده لطفاً حمایتم کنید. خب برگردیم سر اصل ویدیو. یه خورده که بریم جلوتر و از دوران قرون وسطی خرافاتی و تاریک بیرون بیایم، میرسیم به قرن 18. توی سوئد یه طبیعت شناس تصمیم میگیره به جای نوشتن کلمات نر و ماده برای گیاهان توی کتابش از علامت‌ها استفاده کنه. اسم این طبیعت شناسه کارل لینه بود. لینه به ذهنش میرسه که میتونه از نمادهایی که توی کتابای شیمی وجود دارن استفاده کنه. اینطوری خیلی راحت تره تا اینکه خودش بخواد نمادی رو درست کنه. حالا چرا این دوتا رو انتخاب کرد؟ مثلا نه این علامت یا حتی این یا این یکی؟ خب یه اصطلاحیه که قدیمی‌ها خیلی ازش استفاده می‌کردن. زن و زیباییش و مرد و جنگاوریش. به من ربطی نداره، نظر قدیمی‌ها بود. و تو اساطیر یونانی کی زیباتر از آفرودایت و کی جنگجوتر از آرس؟ بعد از لینه کم کم پزشکا هم از این علامت برای زن و مرد استفاده کردن. اوایل قرن 20 دیگه این دوتا علامت همه جا بودن. روی فرمای دولتی، توالت عمومی و حتی توی جنبش فمینیستی و LGBT هم استفاده شدن. خب امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. توی کامنت ها برام بنویسین که قبل از این ویدیو فکر میکردین این نمادها از کجا اومدن.
خودم من فکر می‌کردم یه آدم رندوم یا هنرمندی طراحیشون کرده و اصلا نمی‌دونستم این همه تاریخچه پشت این ماجرا هست. شما هم حتما نظرتون رو برام بنویسین. مرسی که تا آخر ویدیو همراه بودین. خداحافظ.